صبح بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبه. اگه سر میکنیم گشت نگفته ماهوش تیار کردیم میبریم. ای ماهوش بسیار فریزه سحر کتی میخزه صادق رفتید صادق رفتید نمیمونه نماز خونی بخز میخزه همه ایجاد خستی جمیدی تمامی میخزه از اینجا یا شعر ازید کردین از این میخونن اردشون که بخونه молодец махваш ина 2 روز رفته یک شعر از یاد کرده از با چند شعر از یاد کنه با ویدیو کردن میگیریمشه انا که ما میبرویم با مهوش گرفتنی شدیم با ویدیو میکنم در راه ویدیو میکنم در اینجا باشه دوستای عزیز نمخیل نانی تنک پختستم با برای زفترک دینا نانی گرمک پختگی بدیم با یکی دیلم هم میخیل کشید میخیل بپزیم فرق کتی مهوش رفتگیانه کتی سونیا و فریزه و نانی تنک ماسکه کده میخوریم نمیخوری نمیخیل کده استم خیر اینجاش کم درک سرخی بد اومد سوخت بگیم نمیخیل خیلی دوستای عزیز حتما تیار کنه نانی تنکی با مزه بد بده پش رفته فریزه گیریه میگه بیا بریم ماهوش بیاریم هر روز یا بهانه که تو گیره بکه دوستان عزیز به همه تان یک سوال در خانه شما کی زورای خودتان یا شوهرتان در خانه ما نیمه زورم نه شوهرم در خانه ما گپی فریزه میشه برای چی وای چیزی بگه باید هوای بشه اینا خود داشتیم ماده کارتوفری اینجا بیزار کده از باید اومده کارتوفری تیار شید میگه کارتوفری اینا سکورات کرمونده یوری میشون با اوی خنک اگه کارتوفری تیار کرده میتیم شه دیگه چیکار میکنیم شیف خونه فریزه اینه میخیل میگیریم خیلی کم ترک خواب میکنیم شه من نشان داده گیم خیلی با یه بار دیگه هم نشان میتم از همان منت دارم دوستای عزیز که ما رو دستگیری میکنید در کامنتر گپای خوب مینویسید رحمت به همتون شیف خونه نمک نکده می اندازیم اینم خیلی پخته نمک میکنم یک تومتین تمام فریزه تیار شد کارتوفری سوزیکی تیار شدیم خیلی تومتین همه جوش یک نمک بکنم اینم خیلی با فریزه اشتیای توم میبره در سرخون میخوره چخیر بوده؟ توش نه چی بود؟ اینم اینجا اومده ماهوش گرفتم اومدم فریزه خوبه گرفتم فریزه اینم ماهوش گرفتم باز خورکش نخوردم لکه میریم خونه سسته کتی ماهوش دوستان عزیز موقتی ماهوش ای صدیق برو آمدیم ای سببه که فریزه خوب بود بازار رفتیم بودرینگوی سویج شروع بوده گرفتم بعد یک دو تا چسناک با جگاری را پرسیدن که یک جو میگیری اگه پرازه میگیرم ای دهقان بازار یک جایی همین جگاری فروشک بوده من نمیدونستم اولا یا دانش 2 سومون ایده اینجا فرق نداره چند قیمه ایده کم باشه کلان هم باشه 2 سومون وجود 60 دیرم این 60 دیرم به خرید آوردم بعد اینجا چی انگور خریدم 30 کیلو بعد کپوست ولی سالاد کپوست که 30 کیلو میکنم لبلبوی سرخ
بعد سبزی و بعد نخواهی پیازی سرخ برای چی همین فقط پای خاصیت تجمع فقط با پیازی سرخ سالاد میکنه. سالاد سویجی کویا برمون بکنیم چه خیلی میامده باشه. نمیخواد خریتی این روزه ما خریتی هر روزه آیلای تاجیک فقط نمیخواد هر روزه همه چیزا رو میخری با نیسته در خونه. نمیخواد محصولات رو تیار کردم موقع محصولاتم در کار نیسته دکک همیشه با فریزرم قهی میکنم با میوه خیره چی کپوست 4 کنجه ریزه میکنیم بسیار پره کنم نصیب باشه بگرده مکرون آش میکنیم آش نیو مکرون آش بعد با مکرون آش با مزه که سالاد نمیخواد از کپوست 4 کنجه ریزه میکنم کوبیکوی майда با ریزه کده شدیم با نشون اینه خیلی ریزه کدم همشه نه ای 4 حصه یک حصه شماندم بعد از این رو دبلوش سبزی را قطعی لبلبون ایتیارکا میگذارم بعد نمک کده اکسوس کده میمونم بعد بعدن روغن میریزم دبلوش اینه میخواد همین نمک استفاده میبرم با برای که همین چی میکنه مارینور میکنه بگیم کم تر اکسوس میاندازم بعد یک جای میکنم نیم خیلی نغزه که یک جای کردیم میمونیم کم ترک بیسته در اینجا چیزنو که قطعی چی ریزه میکنیم قطعی اکروب ریزه میکنیم اینه میخیل دوستای عزیز کم ترک نخلی سوکش میبرویه باید تو همین سوکش برومدن کم ترک انتظار شویم اینه میخیلی برومد چی میکنم از روغن گرم کدستم میارم میریزم در بلایم چیزنوکو اینجا باشه علاقه این جگوری را پخته گرفتم برای کودککم پریپکا را میاندازم تمام تیار میشه سالادمون با خودکنی رو میگذاریم یکی ما اینجا ویدیو را تمام کردنیه بسیار نیو خیلی دو قاشق برید روغن در کارای یک جای میکنیم پسان بعد پریپراوش میکنیم انا خیلی سالتی ما تیار شد در اینجا ویدیو را به پایان میرسانم تا ویدیو آینده در پناه خدا باشد خدا نگهداری هر یکی ما و شما باشد ایره باری در یک چی دیگه دهنگیدار گرفته محکم کرده میمونم تا وقت خوراک خیلی با مزه میشه تیاری خوشرو میشه خیر دوستان عزیز